اگر روی این ویدیو کلیک کردی احتمالاً توی یکی از این 2 تا استیج زندگی هستی. مورد اول اینه که احتمالاً هیچ شغلی نداری، چون که شاید سرمایه اولیه‌ای نداری، رزومه خاصی نداری و حتی نمیدونی از کجا شروع کنی. مورد بعدی هم اینه که احتمالاً یه شغلی داری ولی توش احساس ارزشمندی نمی‌کنی. احساس می‌کنی اونجوری که لایقشی به اون چیزایی که می‌خوای نمیتونی برسی و شاید هیچ معنی واسط نداره. درسته مسیر موفقیت تک تکمون متفاوته، ولی یه نقشه راه هست که بهت قول میدم توی هر استیجی باشی خیلی میتونه بهت کمک کنه. سلام بچه‌ها، من غزالم. به جیکست خیلی خوش اومدین. امروز نه به عنوان یه اقتصاددان، نه به عنوان CEO یه شرکت بزرگ، بلکه دقیقاً به عنوان یه جوونی مثل خودتون که تو همین اقتصاد داره کار میکنه ولی خب به یه سری از نتایجی رسیده میخوام باهاتون صحبت کنم. مسئله داشتن یه شغل خوب، یه درآمد خوب چیزیه که فکر کنم تک تکمون بهش فکر میکنیم و خب این مسئله‌ایه که من مدت‌ها خودم دارم روش مطالعه میکنم، چون که منم کنجکاو بودم، منم دوست داشتم پیشرفت کنم. کلی دوره ایرانی و خارجی تهیه کردم و حتی بابتش هزینه کردم. از همه اینا در کل به یه نتیجه رسیدم. این یه چیز واضحه که رشته‌ای که انتخاب میکنید، شغلی که انتخاب میکنید توی آینده مالیتون خیلی تاثیر داره. پس همینجا اگر داری رشته‌ای انتخاب میکنی به خاطر تعهد به خانواده، اینکه چون پدر مادرم پزشکم منم باید پزشک بشم، اینکه چون مهندسم منم باید مهندس بشم، اینکه چون دختر خالم این رشته رو قبول شده، اینکه چون دوستام تو این دانشگاه درس میخونن منم حتما باید این رشته رو بخونم، باید بهت بگم که همین جای کار یه ذره داری مسیر رو کج میری. اون کاری که انجام میدی باید واسه تو معنی داشته باشه. 2 تا سوال رندومی که همه ازت میپرسن و واقعا هم جواب میده. اینکه تو چه کاریو حاضری بدون اینکه پول بگیری انجام بدی؟ یه لحظه بهش فکر کن. تو چه کاریو اگه تا آخر عمرت انجام بدی ازش خسته نمیشی؟ بچه همه کارا سختی دارن. مثلا اینو قبول ندارم که یه کاری آسون‌تره یه کاری سخت‌تره. حالا ممکنه یک مقدار این کم و زیاد داشته باشه، ولی تو حاضری چه سختی رو تحمل بکنی؟ اگر چی کار کنی حس ارزشمندی پیدا میکنی. مثلا من اوکی ام تا آخر عمرم حتی اگر پولی دریافت نکنم به احتمال زیاد میتونم که بیام و محتوا تولید کنم، چون این کاریه که من دوست دارم. شاید تا آخر عمرم اگر به من پول هم ندن دوست داشته باشم که عکاسی بکنم، اما با این که رشته خودم معماریه شاید کلی هم اگه به من پول بدن اصلا حاضر نباشم که یک لحظه هم بشینم پای اتوکد یا اینکه بخوام یه پلان و نقشه‌ای بکشم. پس اگر قراره که رشته‌ت چیزی باشه که آینده مالی تو تعیین میکنه، ازت خواهش میکنم که درست انتخابش کنی. و تلگرام من پره متاسفانه از بچه‌هایی که میگن ما بین این 2 تا رشته موندیم، کدوم انتخاب کنیم، به نظر تو کدوم رشته بهتره؟ که اینجا من واقعا ناراحت میشم و اینجوری هم که کاش نه تنها از من، کاش از هیچ کی این سوالو نپرسی، چون هیچ کس به اندازه تو نمیدونه که چی واسه تو ارزشمنده، چی واسه تو معنی داره. از این بحث بگذریم. بچه‌ها کلاً ذات انسان اینه که آزادی رو دوست داره. دوست داره که خودش ارزش آفرینی بکنه، دوست داره که رویاهای خودش رو بتونه زندگی کنه، دوست داره کارهایی که خودش دوست داره تو زمانی که خودش دوست داره انجام بده. اینجا ولی امایی وجود داره. اینکه تو روز اول بدون هیچ سرمایه‌ای، بدون هیچ مهارتی میتونی به اون جایگاهت و اون رویایی که تو سرت فکر کنی. یه فرضیه غلط رو میخوام اینجا بهت بگم. اینکه شاگرد بودن و کارمند بودن اصلا چیز بدی نیست. ولی اگر تا آخر عمرت کارمند بمونی، چرا؟ کاش اینو واقعا تک تکتون میدونستین که پولدارترین آدمای دنیا حتی از پادویی کردن شروع کردن. باور نمیکنید خودتون میتونید یه سرچ بکنید و ببینید. و برعکس آدمایی که یه شبه به یه شهرت خاصی، به یه پول خاصی که مثلا تو لاتاری برنده شدن رسیدن، که دوباره تحقیقات نشون میده 90% این آدمام چون نه سواد مالی داشتن نه مهارتشو داشتن، بعد از یه تایم کوتاهی کل پولشون رو از دست دادن. یه سری واقعیت ها میخوام از شاگردی کردن و کارمندی کردن بهتون بگم، چه قسمت خوبش چه قسمت بدش. بزرگترین حقیقتی که تو باید بدونی اینه که تو کشوری زندگی میکنی که تورم بالایی داره و خب اینجا خیلی قربانی بودن، اینکه اقتصاد بده نمیشه کاری کرد، نمیتونی آینده واسه خودت بسازی. بالاخره تو هم آرزو داری، تو هم کلی رویا داری، پس باید ببینی که راه حل چیه. اگر همیشه جای کارمند بمونی یا شاگرد بمونی، قطعا محدودیت رشد فردی داری و اون پیشرفتی که واسط اتفاق میفته قطعا به اندازه لیاقتت نیست. یه سری جاها به خاطر انجام دادن کارهای هر روز تکراری، فقط شاید مثل یک ربات و از شدت نداشتن چالش
رشد نمی‌کنی و شاید خیلی چیزا رو یاد نگیری. و خب واقع بینم باشی، درآمدت هم یه سقفی داره. هر چقدر بخوای ارتقای شغلی بگیری، باز هم به درجه‌ای نمیتونی برسی که بگی من از کارمندی کردن تونستم که یک آدم بسیار پولدار بشم. و اینم بماند که تو هر لحظه ممکنه که از کارت اخراج بشی، همیشه یه آقا بالا سر داری و خب این فکر نکنم چیزی باشه که دوست داشته باشی تا آخر عمر تحملش کنی. و باز هم اینجا یه امایی وجود داره. تو توی شاگردی کردن به خاطر همون کارهای تکراری که هر روز انجام میدی باعث میشه که تو اون کار نه تنها به تبحر برسی، بلکه دیگه اعتماد به نفس انجام دادن اون کار رو دیگه کاملا داشته باشی. بزرگترین خوبیه واسه یک نفر دیگه کار کردن قطعا اینه که بدون هزینه و سرمایه اولیه و حتی بدون ریسک کردن، اینکه تو همه سرمایه تو بدون داشتن تجربه و مهارت خب نمیخوابونی یه جا. مثلا نمیری یه رستوران بزنی بعد نفهمی که اصلا داری چی کار میکنی. تو اینجا داری از برند یک نفر دیگه، از اعتبار یک نفر دیگه استفاده میکنی بدون اینکه پولی بدی. داری مهارت یاد میگیری و یک پولی هم دریافت میکنی. پس تو تقریبا اینجا کمترین حالت سوخت دادن رو داری نسبت به اینکه اسم و رسم خودتو از دست بدی. آدمای ناآگاه احتمالاً توی این استیج از زندگیشون خیلی دارن غر میزنن که من لایق این جایگاه نیستم، من اونجوری که باید ازم تقدیر نمیشه، قدر کار من دونسته نمیشه و اما آدم آگاه با این چیزا کاری نداره، چون میدونه واسه چی این کارو انتخاب کرده. آدم آگاه از هر فرصتی واسه یادگیری استفاده میکنه. از تجربیات کارفرمات استفاده کردن بزرگترین لطفیه که میتونی در حق خودت بکنی. مهمترین مهارتی که هر شغلی، بچه تاکید میکنم، هر شغلی در آینده داشته باشین، باید بلد باشین، اینه که بتونین ارتباطات قوی برقرار کنین با آدما. ما یه ویدیو داریم راجع به فن بیان، اگه ندیدین حتما ببینین و اگه دوست دارین راجع به مهارت ارتباطی بیشتر ویدیو بذاریم حتما تو کامنت ها بهم بگین. از اونجایی که هستی تو اصلا مدل پول درآوردن رو یاد میگیری، منیج کردن یه مجموعه رو شاید یاد بگیری، مدیریت کردن و رهبری رو یاد میگیری، صحبت کردن با مشتری، حتی قانع کردن یه آدم دیگر رو شاید داری یاد میگیری. بچه‌ها من اگه توی عکاسی برگردم عقب، حتما حداقل 1-2 سال به عنوان دستیار یه جا سعی میکردم که کار کنم، با یکی همکاری بکنم. منم مثل شما فکر میکردم، مثل همه، که نه خب حالا من که شرایطشو دارم، چرا باید برم از صفر شروع کنم، چرا باید پادویی کسی رو بکنم. و خب متاسفانه، اتفاقا من همیشه اینو میگم، متاسفانه من اون لحظه شرایطشو داشتم که واسه خودم کار بکنم، تجهیزات داشته باشم و شاید اینو جایی نگفتم، ولی این دقیقاً نقطه‌ای بود که به من ضربه زد. کارم خوب بود و اینکه چون کارم خوب بود باعث میشد که پررو باشم، ولی خب اینو خوب میدونیم که هیچی جای تجربه رو نمیگیره. اینکه فقط کارت خوبه، تو یه چیزی خوبی، کافی نیست واقعا. من از لحاظ روحی و منتالی بچه‌ها خیلی تحت فشار بودم، چون که بلد نبودم حتی مشتری جذب کنم، بلد نبودم با مشتری حرف بزنم، چجوری قیمت بدم، چجوری قانعش بکنم، اصلا چه تجهیزاتی بخرم، اصلا چجوری مدیریت کنم، چجوری سر پروژه برم. خودم توی شرایط مختلف قرار نگرفته بودم. هر چقدر مثلا عکاسی من خوب باشه، خب تقصیر منم نبود، تجربه ای نداشتم توی اون کار و با کمال پررویی از روز اول پروژه‌های سنگین قبول می‌کردم. خیلی دچار استرس بودم. باورتون نمیشه توی سر یکی از پروژه ها من رفتم نشستم توی دستشویی و زار گریه کردم. یکی از پروژه های پرمسئولیت و سنگینی بود که هر لحظه ممکن بود کلن اعتبار من به فنا بره و خب اون آدمایی که اونجا بودن همیشه اینجوری نیست که پر رو بودن خوب باشه بچه‌ها، دیگه باعث میشه که به تو اعتماد نکنن و خب بماند منم از این مسیرهای سخت بالاخره گذشتم، کلی هم کارهای خفن انجام دادم. ولی فکر نکنید اونی که از روز اول میره میشینه توی میز ریاست یا یه کاری خودش شروع میکنه با پول پدر مادرش یا به چشم شما این آدم شاید مثلا خیلی خوشبخته که حمایتی پشتش بوده، باید بهتون بگم که هیچی جای از صفر شروع کردن رو نمیگیره. چون اون مسیری که تو یهو اومدی بالا، از یه جایی به بعد مجبور میشی که بدویی که به بقیه برسی. پس بهتره که همون پله پله بیای بالا. این بحث خودم رو باید به خودم ثابت کنم که توی همه ما هست، خیلی قشنگه. ولی اگه این آروم آروم اتفاق بیفته، ما اون تلخیه رو، اون بالا پایینیه رو تو اون مسیر یاد بگیریم، یه سری جاها نبشنویم، یه سری جاها ناراحت بشیم، ولی حداقل سرمایه خودمون و اعتبار خودمون رو از دست ندیم. الان خیلی بهتر شده این شرایط که همه کار میکنن
و من خیلی خوشحالم از این قضیه. دقیقاً یادم میاد تایمیو که میگفتن چقدر خارجی‌ها بیرحم و سنگدلن، بچه‌هاشون رو تو 18 سالگی میندازن بیرون که یعنی بهشون میگم مثلا برین مستقل باشین، خودتون تصمیم بگیرین، میخواین درس بخونین، میخواین کار بکنین، میخواین ازدواج کنین و معمولاً دخالت نمیکنن تو تصمیم گیریای بچه‌شون. نمیدونم شاید از دور بیرحمانه به نظر بیاد، ولی به نظر من این قشنگترین حرکتیه که هر پدر مادر میتونه این لطفو به بچهش بکنم. توی فرهنگ ما متاسفانه اینجوری جا افتاده که به جای بچه‌ها تصمیم میگیرن و با شعار اینکه من صلاح تو رو بهتر میدونم و من اصلا این حرفو میشنم میخوام سرم بکوبم به دیوار. همین که این بچه بدون درست و غلط چیه، همین که از سن پایین تایم اینو داره، انرژی اینو داره، ریسک پذیریه رو داره، بتونه آزمون و خطا کنه، چه اشکالی داره؟ مگه قرار اولین کاری که بهش دست میزنی همیشه توش موفق باشی؟ اولین رشته‌ای که انتخاب میکنی حتما اونی باشه که دوست داری؟ بالاخره تو باید وارد یه سری کارا بشی که اصلا ببینی توش استعداد داری، نداری، بهش علاقه داری، چند تا مهارت تو با هم دیگه تلفیق کنی، شاید به یه ایده خلاقانه جدیدتری برسی. ماها هممون تا یه سنای بالاتر، حداقل ماها که یک مقدار قدیمی تریم، مثلا اومدیم تا 25-6 سالگی حرف خانواده رو گوش کردیم، از یه جایی به بعد تازه فهمیدیم نه دیگه من میخوام مثلا مسیرم جدا بشه. مثلا من همین کاری که الان نزدیک 29-30 سالگیم دارم میکنم میتونستم توی 23-4 سالگیم توش موفق باشم، حالا چه یوتیوبش چه عکاسیش، ولی همیشه درگیر این بودی که خانواده راضی نگه دارم، خانواده دوست داشته باشن که من چی میخونم، چی کار میکنم، اونا واسه من تصمیم بگیرن. و من ازتون میخوام خواهش کنم که اگر به خودتون باور دارین اصلا این اجازه رو ندین که هیچ کس واسهتون تصمیم بگیره. گرفتن همین تصمیمای کوچیک، اونجایی که زمین میخوری و خودت پا میشی، نمیدونی که در آینده چه اعتماد به نفسی واسه تو میسازه و تو در آینده هر شغلی که داشته باشی، بخوای بالاخره یه جا کار بکنی، اصلا مدیریت بکنی، رهبری بکنی، تو به این اعتماد به نفس نیاز داری. همیشه میگم خانواده خوب باید ماهیگیری رو به بچه‌ش یاد بده و حتی اون خانواده نباشه که احساس کنه داره به بچه لطف میکنه و بهش میگه که مثلا کار نکن، ما که پول داریم، ما که مشکل مالی نداریم. خب میگم دیگه یه عده از این ور بوم افتادن، یه عده هم از اون ور بوم افتادن که هر دوتاش برای یه بچه سمیه، چون اون بچه موقعی رشد میکنه که خودش بتونه تصمیم بگیره. هر کی به من میگه نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم از کجا شروع کنم، هیچ حمایتی ندارم یا مثلا خوش به حال بقیه، بهش میگم که دقیقاً به این فکر کن. اگر میخوای واقعا یه کاری رو شروع بکنی، هیچ کس رو نداری، هیچ ساپورتی نداری و به اضافه این که اصلا فردا اگه پولی نداشته باشی از گشنگی میمیری. و اینجا دقیقاً جاییه که بدنت و مغزت همسو میشه که به یه خلاقیتی برسه که یه ایده بیاد شاید تو ذهنت که یه ایده خیلی طلایی باشه که بخواد تو رو نجات بده. و خیلی از ایده ها و خیلی از خلاقیت ها بچه‌ها همین جوری شکل گرفته. پس چشتون رو کلاً ببندین روی این که اصلا چه ساپورت مالی دارین از طرف خانواده یا اطرافیان، چه ندارین. چون تا وقتی دلتون به یه سری از اونا خوش باشه یا بخواین ناراحتش باشین، چیزی واسه شما تغییر نمیکنه تو زندگی. یه نکته دیگه راجع به شاگردی کردن که اینجا شاید بتونه بهتون لطمه بزنه. یه حقوق ثابت دریافت کردن بچه‌ها همیشه ما رو دوچار توهم امنیت مالی میکنه و اینجا دقیقاً جاییه که خیلیا با اینکه کارشون رو دوست ندارن اینجوریان که خب یه پولی دارم میگیرم دیگه. اگر توی این نقطه گیر کنی یعنی یک عمر حسرت آرزوهاتو خوردن و شاید تو سنای بزرگسالی خدایی نکرده به این فکر کنید که ای کاش اون کاری که دوست داشتم و انجام میدادم و حتی توش شکست میخوردم ولی طعمش رو میچشیدم که چی جوری بود، اصلا چقدر پتانسیل داشتم رشد کنم. پس حتما از شاگردی کردن خیلی هم خوبه، ازش فرار نکنید ولی آگاهانه ازش استفاده کنید. به چشم کاملا کارآموزی بهش نگاه کنید و ترجیحاً برین سمت کارهایی که میخواین در آینده خودتونم همون کار رو انجام بدین. مثلا اگه میخوای در آینده کافه یا مثلا رستوران بزنی، هیچ اشکالی نداره بری اونجا گارسون باشی، بری اونجا مثلا باریستا باشی، بری شف باشی. ولی اگه میخوای میکاپ آرتیست باشی، تو نباید الان توی رستوران کار بکنی، تو مثلا باید بری دستیاره میکاپ آرتیست باشی. پس زمان خودتونم الکی پای کارهایی که
قرار نیست هیچ آینده‌ای واسهتون داشته باشن و هیچ کمکی، هیچ خدمتی واسه آینده شما ندارن، تلف نکنید. اینجا با پولی که جمع کردی، با مهارتی که جمع کردی و با سرمایه و اعتباری که نذاشتی، در نهایت آماده میشی که شغل خودت رو راه بندازی. و داخل پرانتز اینو بگم که تو این بخش از زندگیتون نمیگم حالا خودتون رو اذیت کنید، ولی ولخرجی کردن، هزینه کردن واسه چیزهایی که ضروری نیست قطعاً ممنوع باشه. چون اون حقوقی که شما میگیرین خیلی قشنگتره که اینجا بتونین بیشترشو پسنداز بکنید یا یه سرمایه بکنید واسه اون کار اصلی که میخواین شروع بکنید. من به هر کی میرسم سنش پایینه ازش خواهش میکنم، میگم ببین مهم نیست که خیلی وضعیت مالی خوبی دارین، خیلی خانواده ساپورتیوی داری، یا اصلاً خب بدتر از اون اینکه تو خانواده‌ای هستی که احساس میکنی که باید پیشرفت بکنی، زندگی رو بسازی که لایقشی. حتما از 18 سالگی به بعد بچه‌ها شروع کنید به کارهای کوچیک انجام دادن و اصلا هم از این خجالت نکشید. اون درآمد کوچیک، اون مهارت‌هایی که یاد میگیری، اون ارتباطاتی که با آدمای مختلف بالاخره توی محیط یاد میگیری، همون اعتماد به نفس در آینده میتونه ازت یه مدیر خوب بسازه. خب حالا چیکار کنیم؟ بعد اینکه شاگردی کردیم یهو از این کار بزنیم بیرون؟ نه مسلماً. اینجا یواش یواش خودتو آماده میکنی بری سراغ کاری که دوستش داری و بهش علاقه داری. و باز اینم خیلی واسم جالبه که تحقیقات نشون داده بیشتر آدم‌های پولدار و موفق از شغل دومشون پولدار شدن. چرا؟ چون که شغل اولشون بیشتر واسه زنده موندن بود، واسه بقا بود، و شغل دومشون چون یه ذره آزادی مالی بهتری دارن، مهارت‌های بیشتری دارن، خیلی میتونن خلاق‌تر باشن، خیلی بیشتر ذهنشون کار میکنه و راحت‌تر میرن سمت علایقشون. اون کاری که دوست داری و با همون امکانات کمی که داره، کمالگرایی ممنوع، شروع میکنی و موقعی کار اولتو میذاری کنار که درآمد کار دومت کم کم شروع میکنه میزنه بالاتر از اون کار اولی که داشتی. اینجا هم باز یه منشنی بکنم، چون خیلی‌ها بهم میگن که ما شرایط اینو نداریم بریم بیرون کار کنیم، خانواده به ما اجازه نمیدن که بیرون از خونه باشیم. متاسفانه خب البته جای تأسف داره واقعا، ولی اینجا میخوام بهت بگم که من همین الان نشستم توی خونه دارم واسه یه کشور دیگه ادیت میزنم با مهارتایی که توی خودم ارتقا دادم. تو میتونی انگلیسیت خوب باشه، تدریس بکنی، اطلاعات مفیدتری داشته باشی، اطلاعات بروزتری داشته باشی، رزومه های خفن‌تری جمع بکنی، یا مهارتایی که یاد میگیری مثل ادیت، برنامه نویسی، یا همین یوتیوبی که من دارم اینجا میگیرم. از عکاسیم دارم از یک کشور دیگه ادیت میکنم، درآمد دلاری دارم. همین الان نشستم تو خونه دارم ویدیو میگیرم، درآمد دلاری دارم. حالا کم و زیادشو کاری ندارم، فقط میخوام بهتون بگم که اینا بهونه است. الان اینجا میگی که نه من نمیتونم برم کلاس ادمینی، نه من نمیتونم فلان کلاس رو ثبت نام کنم. باید بهت بگم که الان انقدر محیط یوتیوب و سوشال مدیا، مخصوصا دیگه با وجود این هوش مصنوعی، اگر کسی بگه نمیتونم چیزی رو پیدا کنم یا سرچ کردم نبود، نمیتونم یاد بگیرم، واقعا بهونه خودشه. من واسه عکاسی و ریتاچ هم کلی کلاس رفتم، ولی در نهایت با ویدیوهای خارجی، با یه سری ترفندها و تکنیک‌ها و تلفیق کردن همه اون اطلاعاتم تونستم که اتفاقا خیلی بروزتر و قشنگتر از آدم‌های دیگه این کارو یاد بگیرم. یکی از بیشترین ناراحتیام راجبه مثلا بعضی از سوالا که ازم میپرسن اینه که چرا یه عده اینقدر کنجکاو نیستن؟ اصلا چه من، چه اصلا هر ویدیوی دیگه که میبینی، حتی میبینی یه کوچولو قلقلکت میده، بهت یه تلنگری میزنه، احساس میکنی مسیری که داره میگه درسته، دوست داری بهش عمل بکنی، ولی باز اون کارو انجام نمیدی، باز خودت سر نخونه میگیری که تا آخرش بری. ولی خب بعضیام برعکسن دیگه. میگم همیشه آدمای آگاه، آدمای کنجکاو، دنبال یادگیری، آدمایی ان که منتظرن تو یه چیزی بگی که اصلا خودشون برن تهش رو در بیارن، و بقیه متاسفانه منتظر اون لقمه آمادن که بهشون بگن بفرما این کلاست، بفرما این میز مدیریتت، بفرما این دقیقاً شغلی که باید داشته باشی. و خب خیلی‌ها مثلا از منم انتظار دارن بگو چی کار کنیم پول در بیاریم، مثلا بگو دقیقاً چه رشته‌ای بخونیم، که واقعاً هر کی اصلا واسه شما تصمیم بگیره به نظر من اون آدم به شما ظلم کرده. یا پکیج ها و دوره هایی که میخرین سریع پولدار شو، نمیدونم سریع مثلا خودتو از 0 به 1000 برسون، همچین چیزی ممکن نیست بچه‌ها. هممون لایق زندگی خوب هستیم، اوکی اینو میدونیم، ولی اگه این حرفای کلیشه‌ای رو بخوایم ول کنیم، همه لایق رئیس بودن،
همه لایق موفق بودن نیستن. اون جایگاهو تو باید بری واسه خودت بسازی. نه با حرف من، نه با حرف کس دیگه، نه با پکیج کس دیگه. تو نمیتونه زندگی عوض شه. اون زندگی موقعی عوض میشه که تو پاشی بری واسش تلاش کنی، مطالعه کنی، اطلاعاتتو بالا ببری، آزمون و خطا بکنی و در نهایت تو باید به این نتیجه برسی. پس فقط منتظر حرفای قشنگ نباشین، فقط اطلاعات وارد مغزتون نکنید و یه سری جاها عملگرا بودنه، اون تجربه شکست و حتی به جون خریدنه خیلی میتونه شما رو جلو بندازه. اصلا اینو بذارین به پای این که من میخوام این کار رو امتحان بکنم و اصلا شکست بخورم و هیچ موردی نداره و دوباره بلند میشم، دوباره تلاشم میکنم. اگر مسیری رو احساس کردم اشتباه میرم اصلاحش میکنم. اگر اطلاعاتی باید یاد بگیرم میرم از هر جایی که شده این اطلاعات رو من به دست میارم. توی جامعه زندگی میکنیم که مشکلاتمون کم و زیاد داره، ولی خب تهش شبیه همه. توی اقتصاد، توی فرهنگ بالاخره بزرگ شدیم، زندگی کردیم. اگر احساس میکنی ویدیو مفید بوده حتما لایک کن، کامنت بذار. نظرتون رو خیلی دوست دارم بدونم که دوست دارین بازم راجع به سواد مالی صحبت کنیم یا نه. همین لایک و کامنت شماست که باعث میشه یه محتوا دیده بشه، آدم‌های بیشتری ازش استفاده کنن اگر مفیده. و اگه فکر می‌کنین ویدیو میتونه به کسی کمک کنه حتما شیرش کن. و من همیشه میگم جامعه حالش خوب میشه که حال تک تک آدماش خوب باشه، نه اینکه فقط ما خودمون پیشرفت کنیم و بقیه بخوان حالشون بد باشه. من تا جایی که بتونم، تا جایی که خودم اطلاعات دارم، دوست دارم این اطلاعات رو در اختیار بقیه هم بذارم و اصلا از این خجالت نمیکشم که بگم خب من الان یه فیلسوف یا مثلا چون اقتصاددان نیستم پس راجبش حرف نمیزنم. اگه احساس میکنم حتی یه پله رفتم بالاتر، احساس میکنم تجربیاتم شاید به یکی کمک بکنه که اونم بتونه حداقل یه لول زندگیشو بهتر بکنه. قطعا بهتون پیشنهاد میکنم برای شروع حتما کتاب سایکولوژی آف مانی، یعنی روانشناسی پول، حتما بخونید این کتابو. من چند روز پیش برای بار سوم خوندمش و هر دفعه که میخونم یه تلنگری میخوره تو زندگیم. خیلی دیدگاهتون رو نسبت به پول تغییر میده، اینکه اصلا آزادی مالی داشتن چه شکلیه. و یه پادکستی هست، پادکست محبوب خودمه، پادکست طبقه 16. من خیلی این پادکست رو میبینم بچه‌ها، به خاطر اینکه خیلی از آدمای موفق میان توش صحبت میکنن و خیلی از ما شاید فراری باشیم از همچین فضای خشکی که خب اون آدم به یه جایی رسیده داره صحبت میکنه، حرفاش نمیتونه به درد من بخوره. که اتفاقا باید بگم برعکس. قرار نیست که تو مسیر زندگی ایلان ماسک یا آدم موفق یا اونی که صاحب مثلا یه استارتاپ یا یه شرکت دقیقاً تو هم همون مسیر رو بری. ولی اگه پای حرف تک تکشون بشینی، من بیشترین نقطه مشترکی که بهش رسیدم این بوده که هیچ کدوم از اینا آسون به اون جایی که تو الان میبینی نرسیدن و دیدن این بالا پایین زندگی آدما واسه من به شخص خیلی جذابه. من شاید مسیر اونو نتونم تقلید کنم و شاید مسیر اون منو به جایی نرسونه، ولی ذهنیت همون آدم موقع سختی ها، موقع کم آوردن، موقع ورشکست شدن و حتی تجربیات تلخی که داشتن خیلی میتونه دیدگاهتون رو عوض کنه. و خب متاسفانه بزرگترین مشکل ما اینه که میشینیم یه سری از آدما رو میبینیم که حالا به ظاهر موفقن و هیچ وقت نمیبینیم که این آدما از کجا به کجا رسیدن. بچه‌ها مسیری که گفتم واقعا اگه آدم بهونه‌گیری نباشین و فقط اون ایده موفقیت رو دوست نداشته باشین، واسه همه کار میکنه. و توی این مرحله که یه پله رفتیم بالاتر و اون کاری که دوست داشتین و تونستین استارت بزنین، باید بهتون بگم که لازمش اینه که بتونین پرسونال برند خودتون رو بسازین که اگه میخواین توی این لول هم پیشرفت بکنین، از بقیه عقب نمونین. قطعاً اینم مهارتیه که باید بلد باشین. خودم خیلی دوست دارم که راجع به پرسونال برند صحبت کنیم، حتی شاید ویدیو بعدیمون. چنل رو ساب کنید که همدیگه رو گم نکنیم. از این به بعد ما جمعه ها ویدیو داریم. هفته دیگه میبینمتون.